سلام سابسکرایبرهای جدید. من یه کار خطرناک کردم. من GTA 5 رو روی گوشیم نصب کردم که امروز میخوایم بریم با چیت، با تقلب، با قشنگ ترکوندم گوشیم داره منفجر میشه، از بس داغه. چیزی که الان متوجه شدم اینه که این GTA 4 نه GTA 5. موبایل داره منفجر میشه و خب من چیکار کنم؟ برای یادگیری های بیشتر منو ساب کن و برای دریافت این بازی کلمه بازی رو کامنت کن. خودت میری داخل کامنت ها میبینیش. حتما منو ساب کن. اگه شیائومی داری که خوش به حالت، کیفیت اصلی GTA 4 رو برات میاره. اگه سامسونگ داری کیفیتش همینه دیگه، نمیتونیم کاری کنیم. اگه سامسونگ داری یا آموزش برات بذارم که بهتر بشه. کلمه سامسونگ هم کامنت کن.